تاپیک ویدیوی امروز من برگشتم با یه دونه ولاگ جدید. امروز زیادی انرژی دارم. اینستا ادیکتد شدم. داشتم میچرخیدم و به یه تاپیک خیلی جالب برخوردم. هفته دیزاین تهران. توی لوکیشن های مختلف تهران شوروما، گالریا و چیزای این شکلی برگزار میکنن که مردم میتونن برن اونجا و اونا رو ببینن. چون تا 26 آبان فکر کنم بیشتر وقت ندارم. سرچ کردم و ببینم که کجاها نزدیکمون هست که میتونم برم ببینم. 3 تا جا رو انتخاب کردم. فعلا نمیدونم میرسم برم ببینم یا نه. اومدم جینگول مینگول کردم که برم اونجا. اولین بار دارم همچین جایی میرم، مثلا گالری و حالت نمایشگاه ماننده این شکلی. اولین بار دارم شرکت میکنم و میرم. اسمی براش هست که حس عقب موندگی از بقیه رو داره. اسم میکنی همه دارن این کاریو انجام میدن، بعد تو انگار مثلا جا موندی از اون ایونته. یه همچین حسی بهم درصد. حالا اسمشو پیدا میکنم براتون میذارم اینجا. گفتم چرا که نه، چرا همش تو خونه بشینم، برم ببینم بیرون چه خبره، دارن چیکار میکنن. از اونجایی که من متوجه شدم، معمارا، طراحهای داخلی، طراحهای صنعتی و هنرمندا اومدن دور هم دیگه جمع شدن توی یه سری مکانهای خاص، هنرشون رو برای مردم به نمایش گذاشتن. یه دونش هست که برای مد و فشنه، یه دونشون هست فکر کنم مجسمه و اینجور چیزاست که توی باغ فردوسه. یه دونه اونجا میخوام برم. اونی که توی مد و فشن توی زعفرانی است، اسمشو الان یادم نمیاد. یه دونه دیگه هم حالا نمیدونم اون آخریه رو برم یا نرم. بذار اون دوتای اول رو برم، اگه خیلی باش حال کردم شاید سومیشم رفتم. بریم ببینیم چه خبره. هیچ ترکیبی بدون قهوه کامل نمیشه. تیپ جاگر. قبل رفتن دوست داشتم بذاره بیشتر رو پورتفولیوم کار کنم. حالا پورتفولیو چیه؟ پورتفولیو یعنی یه مجموعه از تجارب شغلی یا تجارب شخصیته برای ارائه به کارفرماست. یه جورایی همون CV یا رزومه میشه. مثلا بخوام بهتون مثال بزنم، فرض کنین که یه مجسمه سازیه که داره توی گالری مجسمه‌هاشو به نمایش میذاره. اون مجسمه میشه پورتفولیو یا رزومه کاری اون هنرمند. پروژه منتخب من برای اینکه توی CV یا رزومم قرار بدن، پروژه آشاه که یه اقامتگاه بومگردی توی جزیره هرمزه. بذارین شیتامو نشونتون بدم. اینو کامل همه‌شو دستی کشیدم. به این خیلی افتخار میکنم. البته که این شیت اصلیم بود، خیلی دوستش دارم. یه دفترم دارم، تحقیقات و اینامو تو اون دفتر انجام دادم. بذار بهتون نشونش بدم. ایناهاش ایده اولیه طرح من خیلی چیز عجیبی بود. یه لحظه کف زمین رو نگاه کردم، گفتم کاشیام بد چیزی نیستا و از روی طرح همون کاشیا نشستم اینا رو طراحی کردم. این برای طراحی فنیمه. قرار بود یه لندسکیپ طراحی بکنیم و من لندسکیپ رو با مثلا چند تا فرم مختلف شروع کردم باش بازی کردن. این پایینی چیه؟ پروژه دومم پروژه طراحی فنیمه که قهرمانم آوردم. لوکیشنی بود که گفتم موزه حسابی، خونه دکتر حسابی هم دقیقاً بیرون این در اون طرفه که قبلا واقعا اینجا زندگی می‌کرده. که تو اینستا دیدم فکر کنم طراحی داخلی باشه اینجا، یعنی این داستانی که ایونتی که شورومی که اینجاست مال طراحی فرنیچر و اینجور چیزا. حالا بریم ببینیم چیه. بندینک‌ها رو شبیه چیزن، کرایم سین. از این قورباغه متنفر با من میدونم چرا، خیلی بی‌دلیل. اینجای بچه‌های طراحی صنعتیه. تمام این اسکیت دستشونه و ریز قطعاتی که قراره تو این استفاده بشه. میشه بتونم اون پلانی مانیتور معماری برای قطعاتی که میخوام بسازم.
روی نقشه‌شون نگاه کردم، خیلی جاهای زیادی دارن. آدمای زیادی نبودن اینجا، شاید با فردوس شلوغ‌تر باشه. موزه حسابی که بودیم یه آقایی بود پشت سرمون، اومدیم عکس بگیریم، هم اومد وای میستاد پشت سر من توی زاویه‌ای که بیفته و دوباره میرفت سرش میشست. دلیل اون حرکتی که کرد نفهمیدم اصلا. خیلی شلوغ‌تر از اون دست، خیلی مثل بهتری داره با اینکه آدم خیلی اجتماعی نیست. من دوستم آدم دورم باشه تو این داستان. مثل غریبی داشتم. اشتباه کمی که خونم نبود. خیلی فاصله نگرفتم. جای پولیشه. جای بدی افتاده. اینو ببین خود تصور کن یه چیزی اینجاست. مرسی ماما. چرا خوشون نقدر ترس. یه بازی میدن مختصر همین هفته دیزاین تهرانه، چون گیره میبینیم چی یه درارت اینجاست که اصلا نقشه ما نشون نمیده، خدا رو شکر. اینو باید بذاریم اینجا معماش جواب بدیم و اینو حل بکنیم. چی به چیه؟ چه معمای اولیه که جایی که من تو نشستیم چه رنگیه؟ سفیدو زدم، من فکر کردم این صندلی است ولی اشتباه کردم، سفید نبود. نشونانه رو صندلیش سبزه. درست سبز بود، منظور خود کافه بود. مرد صورتی به جن کوچیک و دوستش نگاه میکنه و جن کوچیک هم به چیزی که سالها آرزو داشتن رو داشته مینگره. چه کسی میتوان آرزوی رو برآورده کنه؟ برای یافتن پاسخ به پشت عمارت مراجعه کنید. دومی یکم سخته. اون آقا صورتی هم نشون بده لحظه. به این دوتا جنده داره نگاه میکنه، اینم به پاره داشت نگاه میکرد که پاره میشد آرزو زرگری. پر سوم داریم. کجاست پر سوم؟ بریم واقعا ما پر سوم پشت بریم. بدو در باغ پشت عمارت بگرد، سنگی که زندگی میده هر چه رنگی است، درختش در میاد زندگی میده. درست گفتیم. بریم بعدی. اون داده میگه یه تفاوت توش وجود داره، بعد بریم پیداش کنیم. نمیدونم، نمیفهمم. ما زدیم به رسیدیم 3 تا و نفهمیدیم چیه. یک شبی عاشق شدم که عشق کردن. عشق از خوشحالی بی امان دویدم. اونم دویدم بود. اما کم کم همه چیز سخت شد و گویی وزنه بزرگی در درونم گیر افتاد که میشه این آقایی که اینجا. آره. جمع عددهای به دست آمده چند میشود؟ خب اینا همه عدد داره. یعنی عشق میشه 2 3 و 4 عدد 7. بله. درسته. بریم برای بعدی. آنجا که هیچ هست چه چیزی دنیا رو نجات میدهد؟ به دالانی که از سقف آن عکس آویزونه برو و به عکس‌های اطراف نگاه کن. اوناش اونجاست. عجله داشت خودش همه رو چسبید، بعد دستم دارم ویدیو بگیرم ازم، حالا الان نشون بده. خوش گذشت. اینجا خیلی بیشتر دوست دارم، هم دلبازتره هم آدم زیاده، با اینکه خیلی سوشال انگزایتی زد بالا یه لحظه، ولی خوب بود. تجربه جالبیه. بیشتر کاش از این کارو بکنم.